خویشاوندان عزت امان با ملاحظه ایجاد نشدن مشکل برایشان نمیخواهند نامشان ذکر شود و پسر عزت امان که پیشتر با رسانه ها صحبت میکرد روز 13 اپریل به زنگ‌های ما پاسخ نداد. اما یکی از خویشاوندان نزدیک عزت امان در صحبت به رادیوی آزادی گفت تا حال دعواگران نو پیدا میشوند که عزت امان آنها را نمیشناسد. در میان آنهایی که علیه عزت امان به مقامات شکایت کردند آنهایی نیز بودند که عزت امان سالهای پیش وکیل دفاعی آنها بود. پیوندان این حامی حقوق مهاجران میگویند چنین دعواها بی اساسند، چون هر وکیل دفاع حق کارش را میگیرد. خویشاوندان عزت امان گفتند تا حال مادر او از بازداشت فرزندش خبر ندارد. نزدیکانش بار اخیر با عزت امان روز 12 اپریل در بازداشتگاه ملاقات کردند. مقامات بجز از نشر خبری بازداشت عزت امان تا حال هیچ شرح رسمی در این باره ندادند. تنها معلوم است که علیه عزت امان با ماده 247 قسم 4 یا قلابه در حجم مخصوصاً کلان پرونده جنایی باز شده با او جریمه یا تا 12 سال زندان تهدید میکند. پیوندانش گفتند عزت امان با قرار دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی به حبس پیشکی گرفته شده است. به دنبال اعتراض مهاجران از بازداشت عزت امان در شبکه‌های اجتماعی نوارهای پیدا شدند که برخی افراد از حامی حقوق انتقاد کرده او را به قلابه متهم میکنند. در این نوارها که معلوم نیست تحت چه شرایطی ثبت میشوند دعواگران میگویند که عزت امان سالهای پیش از آنها مبلغ گرفته دیگر بازپس نداده است، ولی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به مانند بودن مکان ثبت و یک خیله بودن شکایت‌ها حقانه بودن نوارها را زیر شبهه می‌گذارند. مقامات تا حال نگفتند که نسبت عزت امان در عموم چند نفر شکایت کردند. برخی از حامیان حقوق قضیه عزت امان را به بازداشت چند وکیل مدافع مانند میکنند، از جمله به قضیه بزرگمهر یاروف که در آغاز بر اساس شکایت میزاجانش بازداشت شده بود، تجربه که حالا در قضیه عزت امان تکرار شده ایستاده است. مقامات قدرتی جمهوری تاجیکستان من همین طلبات مورد 247 کودکس جنایتی رو یعنی قلابی رو انتخاباً استفاده میبرند و درست به ماهیت آن صرفم هم نمیروند. این یکمش، دومش که صرفم هم میروند، ولی این یک واسطه، یک اسباب بالای فشار آوردن، زیر نظارت گرفتن همان حمایتگران، مملکت‌ها یعنی باشد که کمتر فعالتر هستند. عزت امان رئیس مرکز تاجیکان در روسیه روز 25 مارس در شهر مسکو ناپدید شد و 2 روز پس وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت او در شهر دوشنبه خبر دادند. دستگیر شدن این حامی حقوق خشم مهاجران مهنتی را برانگیخت و 10 نفر آنها در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو تظاهرات کردند.